این حق نگاه کنید به شرم به حیاگی را بینید. سلام علیکم و رحمت الله. برادر عزیز подписаться دکمه پاتین لایک подписаться دکمه پاتین لایک نخه обуна шин фамиди برادر عزیز توجیکش خطی خرا گرفته در ماشین شنونده یک نگاه کده نختره به رحمش میگنده نخو خرا بگیری در ماشینت بشنونی نیرگیردی شهر بگردی و سیونکا کنی کامتین کنی اون نشو برای اگه اون چیز دیگه نبود که بشنونی خطه به اگه بچه ای حتی اون چیز دیگه میشنوندی خوب بود به خارج آزاری نرسوندم. نه اون خیرسک هم میشنوندی خیرسک یکی خیلی خیرس نه اگه میگروشکر اگه اون وای میموند دیگه بود نه یک خراب بگیری خری زنده را در ماشین بار که قریبا مایده کلون زدم کلونش نمیوازی خیر اون کلونش نمیگنجید ماشین حیف کردی بگیم یک بعضی آدما لوبی تیلان مثال ممکن است ای با چیز بگیریم اگر با قانون بگیریم با پدد تاجیکستان مثال روسیه دیگه شود ممکن است راست میگن حیوانات باید چیزای خودشون داشته باشن مثال خیلی مثال یکم پاپوگای نه پاپوگایو در سبات چه یکم خیلی در محکمه مثال جاشون موای و خیلی دمیرن پیشکار مثال توش خیلی چی دارن خونچه دارن که میدونن محکمشون میکنن اینجا دم میبینیم روسیه دا سگ‌ها را مثال همچنان نمور رینگ میزنن دهناشون داکی مثال نگازه یا که در دروی ماشینایی وای میبرن سپیціال ماشینایی که فرگونچان کوی خیلی دا خاک خرگوه استثنا اگم گازله اگم وای خطی میبرن گازل خطی دا گازلوی کلون خطی خرگو اسب اونایی که اگم ماشین کیتایسکی که کیتایسکی اگه روی کیتایسکی را پاس زدی نمیدونم یا پراسموتر کنم گفتی گرفتی در ماشین ایون بود چی بود نمیدونم سور کدی و خری بیچاره را گفتی اگم پراسموتر بزنه خانواده پراسموتر هم گرفتی نه که خرد ضرر نرسوندی هرچی هم قبیدن دیدی اشترافت کردن جزا دادن ابو بخش پرسیدی خوب نیست هر چیزا رو در ماشینتون بار نکنین برادر عزیز یا روی کم فکر میکنم کم به عقلی میشه ده هم کارو در کار نیست ما دختری کلونی مثل دختری معدن نیستی که بگیم خیلی گوداگوزی رو با ماشین های کده در برات پراوا هم داری بگیری خرد در ماشین بار کنی بگردونی ای میدونم که یوشیگری هم ای کارا رو گفتی گپو میکنه در حیات زندگیش یا چی میکنه به معنی و ان شاء الله ما هم که یا اون گپی سخت هم زدنی نیستیم پس این ویدیو رو دیدم امروز در اینستاگرام هم ای خنده را خستم فهمیدی وار که ای خندیده را خستم مثلا خیلی 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 خستم با اگه فکر دیگه نکنی خانواده با شما با خستم گفتم با اگه اون چیزی فکر میکنم خیلی الله حفظتون کنه برادر عزیز 6 دقیقه سالکنک در ساعت هم 10 شده شهر ما ده میرم ویدیو کردیم که اگه سوشا بگیریم الان خدا برو اگه سوشا بگیریم تا کردم مردم ما چه اینترس نده یا چینا میکنی دیگه تمام میگن انا 50,000 شگیته خوبش کردم گرفتم با باید بگیریم یورا سومشون گرفتن در کره با ویدیوشون کردن در کره فهمیدی در حیف زمانی خودش نگه مون الله شوخی میکنم کم کم شما هم بخندین میگم ده شتگی بعضی در غریبی مثال نگاه میکنین مثال مورا خیلی کو اینترس نه های تو ویدیو اینده بدلی سکنه و بونش سلام علیکم